سلام و وقت بخیر دوستان نهایت گرامی. عصر چهارشنبه 3 دسامبر 2025 12 قوس 1404 است. توجه کنید به یک خبر تازه در ارتباط به ایران و اسرائیل. تنش‌ها میان ایران و اسرائیل وارد مرحله تازه و خطرناک شده است. امروز بحث انتقامگیری ایران و واکنش‌های اسرائیل دوباره مورد توجه رسانه‌ها، منطقه و جهان قرار گرفته است. طبق گزارش‌های تازه، ایران پس از حملات شدید اسرائیل در ماه‌های گذشته که تاسیسات نظامی، مراکز حساس و چند فرمانده ارشد ایران مورد هدف حملات موشکی قرار گرفتند که در این روزهای اخیر ایران عملاً وارد فاز انتقام‌جویی شده است. مقام‌های ایران اعلام کردند که هر اقدامی که انجام می‌دهند پاسخ به تجاوز اسرائیل است. در همین چارچوب پرتاب موشک‌های و پهپادها دوربرد به سوی اسرائیل در روزهای اخیر بخشی از همین طرح معرفی شده است. در طرف مقابل رسانه‌های اسرائیل آشکارا از نگرانی عمیق داخل سیستم امنیتی خبر می‌دهند. کارشناسان امنیتی اسرائیل میگویند انتقام ایران حتمی است، تنها زمان آن مشخص نیست. طبق خبرهای به دست آمده، اسرائیل در وضعیت فوق‌العاده نظامی قرار دارد. پایگاه‌های خودش را تقویت نموده، رادارها روی حالت آماده باش هستند و تمام سناریوهای حمله احتمالی ایران رصد می‌شوند. هرچند فعلا جنگ مستقیم متوقف شده، اما این توقف بسیار شکننده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که هر اشتباه محاسباتی چه از طرف ایران و چه از طرف اسرائیل می‌تواند دوباره منطقه را وارد یک جنگ تمام عیار سوق دهد. احتمال دارد جنگ دوباره شعله‌ور شود. در این حالت تبادل موشک، حملات هوایی و حملات‌های سایبری به سرعت شدت خواهد یافت و همچنان شاید طرفین مستقیم وارد جنگ نشوند، اما ایران یا اسرائیل از نیروهای همسو در منطقه، در سوریه، عراق، لبنان یا حتی خلیج فارس برای اعمال فشار استفاده می کنند. در داخل ایران حکومت قوانین سختگیرانه تری را اجرا کرده و دستور داده هر گونه همکاری یا تبادل اطلاعات با اسرائیل یا کشورهایی که دشمن معرفی شده‌اند می تواند مجازات‌های بسیار سنگین، حتی حکم اعدام در پی داشته باشد. این نشان می‌دهد تهران خود را در وضعیت جنگی فوق‌العاده می‌بیند. در مجموع دوستان گرامی، نه ایران می‌خواهد عقب نشینی کند و نه اسرائیل خود را امن احساس می‌کند. منطقه در آستانه یک تصمیم گیری بزرگ قرار دارد. یا مسیر جنگ را می‌گیرد یا با فشار قدرت‌های جهانی به سمت کاهش تنش حرکت خواهد کرد. اما فعلا همان طوری که تحلیلگران میگویند، آتش زیر خاکستر هر جرقه کوچک میتواند بحران بزرگ ایجاد بکند. از توجهتان تشکر و سپاس.